پیغمبر خدا فرمودند من بر شما ای مردهای امت حقهای را که زنها بالای شما دارند خبر میدهم. زنها بالای شما 5 حق دارند. یعنی هر یک مرد وظیفه دار است که این 5 حق را اجرا کند. اینا چیا هستند؟ پیغمبر گفتند ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس میخری باید برای همسر خود لباس خری. وقتی بدن خودت زیبا میکنی از لباس باید که بدن زنی تو هم از لباس زیبا باشد. یعنی یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن. دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم به مرد وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد باید که فکر عیال خودم داشته باشد. باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مرد هاست این است که باید که زنها از طعامم برخوردار باشد، لباس هاشون پوشیده باشد، شکم های زنها باید که از طعام سیر باشد. سوم وظیفه‌ای که بر ذمه مرد هاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید. چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زده می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد. با دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به همینها زده شود. وضربهن ضربا غیر مبرح. یعنی چنان زنید که زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبر خدا هست. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارین که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح. شما حق ندارید که زنها را دشنامهای قبیح دید. این زنها را چگونه ای که امروز مردها خیلی دشنامهای قبیح میدهند که نه پدری او میماند نه مادری او میماند نه اولادی او میماند. البته حالت غضب است. گاه می شود که یعنی مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند. مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادر او پدر او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آورد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دهنده گناهکار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم پیغمبر گفتند ولا تحجر الا فی البیت. یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند و اونها با همه درد با همه بلا این زنها بعداً مبتلا می شوند.
یعنی هر وقتایی که زنها اگر مبادا با یک جنجال از مردها ملال شدند یا قهری ایستادند، در حال خوش به حال همان زنی که بخشش طلب میکند و حیات خود باز مثل اولش شیرین میگرداند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادا در بین شما اگر قهرگی پیدا شد یا اینکه شما خواهید که زنها را یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید. الا فی البیت، لیکن در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه جایگاه خواب جدا کن. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو و زن در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه که شما خواب بودین برای آداب دادن زنها، یعنی برای آنکه زنها بفهمند که مرد از او ملال است، برای آنه که این عملی من، یعنی زن باید که اینه در خیالش گذراند وقتی که مرد جاگه خواب از او جدا میکند، یعنی گذراند که من یعنی کاری ناشایسته ای کردم که ملال شوهر من شد و او از پهلوی من جدا شد. باید که در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه پیغمبر گفتن باید که مرد جاگه خوابش را جدا کند. این است حقهایی که 5 حقی که زنها بالای مردها دارند. خداوند پیامبر گرامی را بین در حدیث ها میگه من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی در دنیا رحم ندارد خدا با او رحم نمیکنه. کسی زن تأمین نمیکنه آدمی بیرحمه. کسی به فرزندها خرید نمیکند ویم آدمی بیرحمه. برای این آدم بیرحم کی شد خداوند با او رحم نمیکنه. شما جمله اونا نشین. شما تمام وجودتان، تمام هستیتان در بالای زنهاتان حواله کنید. جانتان برای زنهاتان تین. این اسلام ای دادر عزیز، این دینه که شما را تاکید میکند و عاشرهن بالمعروف. خدا میگه اینا شما با زنها زندگی خوب، زندگی نیک و همیشه نفقه ایشان باید که رسانید. شما ننگ داشته باشید، ناموس داشته باشید که وقتی زنی تو از خانه تو برای روا خانه شونده گوید آخی چیزی در خانه نیست خوردنی، نه لباسم تامینه، نه شکمی سیر داریم. مقصد دیگه وقتی از پشت تو شکایت میکند همین آدمی ناموسدار مردنش بهتر است. در عرب ها یک مسئله، عرب ها را ببینید میگد مرد اگر در خانه میرد اون نامرده. مرد میگه باید در کوچه میرد، مرد باید در بیرون جان به حقیقت میگن. مراد یعنی بیرون از خانه باشد، همیشه پایبند مشغولیت باشد، کار باشد. خب آدم تا چند سعی کند برادر عزیز، شیخ سعدی میگفت در قبضه سعی هست کلیدی در روزی. ولی بین آدم چقدر میگه سعی کند، دوادو کند، کوشش کند، خداوند ریسک او را فراوان میکند. در قبضه سعی هست کلیدی در روزی. شیر از کشیش طفل به پیستان بدر آید. حتی بین میگه می طفل بین تا دم نکشد، تا همو حرکت نکند، شیر خورده نمیتواند. برای همین شما کوشش کنید دادرای عزیز که در پیش زنهاتون با طعنت نکند. خیلی که امروز دنیای کفر مسلمان تنقید میکند که یک ولسفه ده ساز کرده نمیتونید. ببینید تمام چیز از دولت‌های دیگر میگه میخرین، چی خیلی ناموس دارین میگه. کنی میگه ترقیات شما، کنی پروگرس شما. خیلی که طعنه میکند، زنه کم طعنت میکنه وقتی که چیزی نیاد میگه کجا آمدی آخی نرفتی اجا کار کنی. کنی دیگه گپ زده تمام، دیگه زبانت بسته است. میرزا ترسونزاده را خدا رحمت کنه میگفت به پول سخنت اثر ندارد، پول نداری گپ نمیگذره. به پول سخنت اثر ندارد حالی که تو داری خر ندارد. همیشه و دیگه بر او دستکت کی پر باشد. سید کاکورا که مثال آوردی، خب زنه که فرمان هم داده میتونی یا سیاست هم کده میتونی، هیچی نداری و با به همه اکت تو غضب سیاست کنی کده هیچی نمیداند. برای من کوشش کنین که انا همینجا دم گپ تان میگذرد، وقتی دستان پرای کوشش میکنین خانه را تأمین میکنین، انشاءالله شما چی هستین؟ انا بچه‌های گویم دیندار و بچه‌های با اقبال و بچه‌هایی که انشاءالله در پیشگاه خدا قدر و قیمت داره. با بعض میده ترین گناه شما اهمیت ندین. آخی کنی آدمی بیگناه. همون عمر خیام خدا خیرش داد گفته بود آخی ناکرده گناه در این جهان کیست بگو.
کنی یک انسان بیگناه، ما بیگناهیم، شما بیگناهیم، همه ما گناه داریم، همه ما لغزش داریم، همه ما خطا داریم. لیکن خدا را ببین، ان الله یحب العوف، خدا عوف دوست می‌داره، خدا بخشیدن دوست می‌داره. چرا تو دوست نمی‌داری؟ تا هم ببخشی، چی گپی نداره. زندگی است، زندگی آینه بیش و کمی است. هر شب در آسمان ستاره نیست، مثل آسمان زندگی یک جنگ می شود، یک کشاکش، یک قهر می شود، یک چی می شود. لیکن معنی را ندارد که 3 طلاق در دامنش بیتی و جواب برای تو. این خیال نکنیم برادر عزیز. همین شعر خلقی را دشمنان اسلام برای مسلمان ها را شرمنده کردن، برای اسلام رخنه کردن، فقط فتنه زنها را استفاده میکنند. برای همین این یگان جای تعجبش نیست. این معنای او را ندارد که اسلام زن تحقیر میکند، بلکه انشاءالله من صحبت های ممکن جمعه های آینده از حق زنها صحبت کنم که زنها در اسلام چه حقها دارد. لیکن فتنه شان هم خیلی
پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن، آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم گفتن این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعدا اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردن تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردن، من این عمل انجام دادم. ببین چی فتنه های از پشت زنها البته صادر می شود. و امروز بعضی از زنهایی که از خدا و پیغمبر خدا دورند، ما در بسیار جنجال ها اگر اشتراک هم کرده باشیم، لکن با طرز خطی یا گفتگو با بسیاری از برادرها صحبت ها داشتیم که از حساب زنها از پدر و مادر جدا شدند، از حساب زنها از برادرهاشون جدا شدند، از حساب زنها با اپا و با خواهری که از یک مادر و پدر تولد شدن سالها هستند که قهری هستند. همه این فتنه زن است، همه این حیله زن است. باید که ما و شما خیلی با دقت باشیم، سنجش گذرانیم، بعداً آن معرکه‌ای که برپا کردنی هستیم بعداً برپا کنیم. انشاءالله ما در باب حق زنها این جمعه نه، جمعه آینده صحبت داریم، زیرا این جمعه این برادر ما را یک خط داد، میخواهم به سمع شما رسانم که جمعه آینده از ما یک تکلیف کردن. داملای محترم، یک خواهش اسلامی از شما دارم که این که من 13 می که روز جمعه هست، یعنی جمعه آینده، ما با چند نفر مهمان ها در مساجد شما یعنی مسجد شما اشتراک میکنیم و مهمان ها خواهش کردند که در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر شما صحبت کنید و موضوع را در کسیت جمع کنید، یعنی 1 ساعت کامل فقط این صحبت باشد. بسیار ضرور و مفید است برای ما. التماس رحمت الله. یعنی یک برادر ما دیدیم که از راه دوری ها بوده است، در دوام 1 ساعت گفتن چقدر صحبت بهترین در باب دعوت و تبلیغ، در باب امر معروف و نهی منکر چی ثواب دارد، چی فضیلت دارد. و اگر قصه های شیرین هم که باشد در داخل این جایگیر کنید. برای ما این 1 ساعت کسیت شما بسیار ضرور است و بعضی ضرورت هاش را بیان کرد. انشاءالله ما سخن این برادر قبول کردیم. جمعه آینده خدا خواسته باشد در همین باب صحبت داریم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم به سوال من جواب گویید. درباره پیشاب کردن در حاجتخانه میگویند که در حاجتخانه یا اینکه در دیگر جا پیشاب کنی، راست ایستاده در لباست یا که در تنت نرسد هیچ گناهی نیست. همین سخن درست است یا نه؟ به سوال من جواب گویید. اکثر میان عمرها را میبینیم که با همین کار دست میزنند. بعد خردسال از او چی یاد میگیرد؟ با احترام داملای عزیز، این برادر مقصدش از راست پیشاب کردن است که آیا راست پیشاب کنی یگان گناه یگان غلط هست یا نه. من به شما چند حدیثی را میخوانم، گوش اندازین و از این حدیث ها خلاصه برآورین که راست
خیلی دیگر وقت چونه گذارین، چیزی گفتن نگفتن، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که یراق که مسلمان اون زمان اسب بود، اگر اسب ها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود می دراری. این زمان برای تو چی است؟ حلال از خواهر او وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق می دهی. وقتی طلاق دادی این برای تو بیگانه می شود. این شب فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیش دستنی، تو در نزد خداوند رسیا و گناهگار می شوی و تو همچون زیناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپی او را طلاق ده. بعداً بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند. اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادن. من 1.5 سال در روسیه برای
از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوب گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما عقیده داشته باشین که گوشت خوب گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند، گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است، همه اینها گرمی دارد. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است. مرحمت در دکترها مراجعت کنید، اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوب، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت صغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنید، انشاءالله شما شفا میابید. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوب میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوب میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن باز در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان؟ یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوب میخورده است.